داریوش هیچ وقت آن کتاب را باز نمی کرد. سلام رفقا، به سرزمین وحشت خوش اومدید. امشب قراره یه داستان عجیب و مرموز رو با هم بشنویم. پس بریم ببینیم پشت این ماجرا چه رازی پنهان شده. مرد میان سال و تنها سالها بود در خانه کوچک و قدیمی زندگی می کرد. زندگی آرامی داشت. صبحها سر کار می رفت و عصرها خسته و کوفته به خانه بر می گشت. اهل درد سر نبوده. بیشتر وقتش را با خودش می گذرانده. یک روز مثل همیشه بعد از پایان کار به خانه برگشت. اما وقتی به در خانه رسید یه چیزی توجهش را جلب کرد. یک کتاب درست جلوی در خونه‌اش افتاده بود. مرد چند لحظه به کتاب نگاه کرد و با خودش گفت این دیگه اینجا چه کار میکنه؟ خم شد و کتاب را برداشت. کتاب خیلی قطور نبوده. شاید حدود 20 صفحه داشته. مرد سواد زیادی نداشت و فقط میتوانست کلمات ساده را بخونه. کتاب را باز کرد ولی نوشته های داخلش اصلا براش قابل فهم نبوده. با خودش گفت حتما یک کتاب مذهبیه یا شاید قرآن باشه. حیف همینطوری روی زمین بمونه. برای همین کتاب را برداشت و با خودش برد داخل خانه. کتاب را گذاشت روی میز ولی نمیدونم چی شد که دوباره دلش خواست یه نگاهی بهش بندازه. کتاب را باز کرد و همون لحظه چشمش افتاد به وسط صفحه. با حروف خیلی درشت فقط یک کلمه نوشته بود: برگردون. مرد چند ثانیه به صفحه خیره شد. بعد کتاب را بست. با خودش گفت عجب، فکر کنم از خستگی چشمام درست نمیبینه. دوباره کتاب را باز کرد. همون صفحه بود، همون کلمه. اما این بار یه چیز عجیبتر هم وجود داشت. رنگ نوشته قرمز شده بود. مرد حسابی ترسید ولی هنوز تمام نشده بود. کنار اون نوشته یه تار موی خیلی بلند افتاده بود. مرد با خودش گفت این دیگه چیه؟ دستش را جلو برد ولی به مو دست نزد. فقط صفحه بعد را ورق زد و این بار جمله‌ای دید که واقعا مو به تنش سیخ شد. تار موی منو از این کتاب دور کن، دور کن، دور کن. مرد سری کتاب را بست. با عصبانیت گفت این دیگه چه مسخره بازیه؟ کتاب را برداشت و گذاشت روی تلویزیون. بعد به خودش گفت نه، حتما از خستگی کاره. چشمام هم امروز خیلی میسوزه. بهتر یکم بخوابم. رفت اتاقش خوابید. چند ساعت بعد از خواب بیدار شد. هوا تقریبا تاریک شده بود. بلند شد و رفت دست و صورتش را شست. وضو گرفت که نمازش را بخونه. وقتی از اتاق آمد بیرون، همینطور که داشت میرفت سمت حال، یه نگاه به در ورودی انداخت و یهو خشکش زد. در خانه باز بود و درست جلوی در یه زن ایستاده بود. یه چادر سفید سرش بود و کاملا بی حرکت ایستاده بود. مرد اول فکر کرد شاید همسایه است. گفت خانوم، شما اینجا چی کار میکنید؟ زن هیچ جوابی نداد. مرد دوباره گفت خانوم، با شما هستم. شما کی هستید؟ هیچی. نه حرفی زد نه تکون خورد. مرد چند قدم جلوتر رفت. گفت چیزی شده؟ کمکی از دست من برمیاد؟ باز هم هیچ جوابی نگرفت. مرد کم کم ترسیده بود ولی با خودش گفت شاید این بنده خدا جایی نداره بره. شاید خجالت میکشه بیاد داخل. برای همین در رو بست و قفل کرد. بعد به زن گفت حداقل بیاد بشین روی مبل. اما زن تکون نخورده. مرد هم دیگه چیزی نگفته. نمازش را خوند و شامش را خورد و سعی کرد به اون زن فکر نکنه. شب که شد رفت توی اتاق خواب، چراغ را خاموش کرد و رفت زیر پتو. اما هرچی تلاش کرد خوابش نبرد.
چشمهاش باز بود و به تاریکی اتاق نگاه میکرد. چند دقیقه گذشت. ناگهان یه سایه روی دیوار افتاد. مرد اول فکر کرد خیالاتیه، اما سایه داشت به تخت نزدیک میشد. نفسش بند آمد. آرام سرش رو چرخوند. همون زن بود، اما این بار دیگه اون زن چادری ساکت نبود. چادر سفیدش رو کنار زد. موهای خیلی بلند و زرد و ژولیده‌ای روی صورتش رخته بود. لباسش سوخته به نظر می رسید و چشماش قرمز بود. مرد هنوز فرصت نکرده بود حتی یک کلمه حرف بزنه که زن با سرعت خودش رو انداخت روی تخت. دستهاشو دور گلوی مرد حلقه کرد و شروع کرد به فشار دادن. مرد دست پا می زد. زن با صدای خشن گفت بهت گفتم کتاب رو برگردونی سر جاش. فشار دستهاش بیشتر شد. گفت بهت گفتم تار موی منو از کتاب دور کن، ولی گوش نکردی. مرد فقط میتونست با ترس نگاهش کنه. زن ادامه داد دوست من اونجا خودش رو آتیش زده، اون کتاب باید همونجا باشه. بعد گفت فردا صبح اول وقت کتاب رو برمیگردونی سر جاش و تار موی منو هم از کتاب دور میکنی. مرد که دیگه نفس نداشت چند بار سرش رو به نشونه قبول کردن تکون داد. زن بالاخره گلوی مرد رو ول کرد. مرد چند نفس عمیقی کشید. زن داشت از اتاق میرفت که مرد با اینکه هنوز از ترس میلرزید یه سوال به ذهنش رسید. گفت یه چیزی. زن ایستاد. مرد گفت اگر این کتاب اینقدر برات مهمه چرا خودت نمیبریش سر جاش؟ چرا خودت تار موت رو از کتاب بر نمیداری؟ زن خیلی آروم برگشت. چشمهای قرمزش توی تاریکی میدرخشید. بعد با عصبانیت گفت چون من نمیتونم به اون کتاب نزدیک بشم احمق. مرد همینطور که بهش نگاه میکرد چشمش افتاد به پاهای زن و اونجا بود که یه چیز وحشتناک دید. پاهای زن اصلاً پای آدم نبود. سم داشت، سم خر. مرد از ترس دیگه حتی نمیتونست حرف بزنه. زن چادرش رو برداشت و به سمت در رفت. مرد با صدای لرزون گفت در قفل، صبر کن خودم در رو باز میکنم. اما زن هیچ جوابی نداد. رسید جلوی در و جلوی چشمهای وحشت زده مرد بدون اینکه در رو باز کنه از داخل در رد شد. مرد همونجا خشک زد. تا صبح جرأت نکرد درست بخوابه. صبح که هوا روشن شد حتی صبحانه هم نخورد. کتاب را برداشت و رفت همون جایی که پیداش کرده بود. کتاب را گذاشت سر جاش. بعد تار مو را هم از داخلش برداشت و دور انداخت. چند لحظه همونجا ایستاد. منتظر بود دوباره اتفاقی بیفته، اما هیچ اتفاقی نیفتاد. از اون روز به بعد زندگی مرد دوباره آروم شد. دیگه هیچ وقت اون زن رو ندید، ولی یه چیزی رو برای همیشه یاد گرفت. هر چیزی که روی زمین پیدا میکنی لزوماً قرار نیست برداریش، چون شاید پشت یه چیز ساده به داستان وحشتناک پنهان شده باشه. پس اگر یه روز یه کتاب عجیب جلوی در خونتون دیدید، قبل از اینکه برداریش خوب فکر کنید. شاید بهتر باشه اصلاً بهش دست نزنید.